پرنده گفت چه بویی، چه آفتابی، آه بهار آمده است و من به جستجوی جفت خویش خواهم رفت. پرنده از لب ایوان پرید، مثل پیامی پرید و رفت. پرنده کوچک بود، پرنده فکر نمی کرد، پرنده روزنامه نمی خواند، پرنده قرض نداشت، پرنده آدمها را نمی شناخت. پرنده روی هوا و بر فراز چراغ‌های خطر در ارتفاع بیخبری می پرید و لحظه های آبی را دیوانه‌وار تجربه می کرد. پرنده فقط یک پرنده بود.